درود دوستان و همراهان، به کانال من خوش آمدین. خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب من رو حمایت کنین. خدا رو سپاس برای همراهی با شما عزیزان در مسیر بیداری و آگاهی. دنیای اطراف شما آینه درون شماست، یعنی نتیجه فرکانسی است که در آن هستید. بنابراین دنیای اطراف شما با همه مشکلات و نواقص آن و هر آنچه که می‌بینید و تجربه می‌کنید نتیجه درون خود شماست. بنابراین فرکانس خود را بالا ببرید، چرا که تغییر و بهبودی دنیای بیرون شما نتیجه تغییر درون شماست. پس ابتدا یاد بگیرید مشکلات خودتان را حل کنید و بعد به دیگران کمک کنید. بارها و بارها صحبت‌های دکتر جو دیسپنزا رو ببینید تا باوراتون تغییر کنه. باورهایی که سالها در ذهنمون مونده و اجازه نمیده فراوانی جهان رو تجربه کنیم. یادتون نره اگه به میدان کوانتومی و منبع الهی متصل بشی دیگه نیازی نیست جایی بری تا چیزی رو که میخوای رو به دست بیاری، بلکه اون خواسته که باهاش هم ارتعاش شدی از راههای غیر منتظره به سمتت میاد. هرچقدر فرکانست بالاتر باشه و با خواستت هم ارتعاشتر باشی، مدت زمان رسیدنت به اون خواسته کمتر میشه. این حقیقت جهان کوانتومی ماست. آگاهی، فرکانس مثبت، کنترل ذهن.